آموزه های دینی بخصوص قرآن کریم مورد توجه قرار گرفته و خوشبختانه آقای محمد حسین حبیبی عالم دین با خود داریم. استاد سلام، صبحتان بخیر. علیکم السلام، صبح شما بخیر، صبح بیننده های عزیز بخیر. سلامت باشین استاد. بخیر باشین، حضورتان بخیر باشه. استاد در نخست بگوین که سلامت روان چی هست و منظور از سلامت روان چیست؟ سلامت الحمدلله و صلات و سلام علی رسول الله و علی آله و صحبه و سلام. سلامت روان به حالت گفته میشه که یک فرد بر منش، گفتار و کردار خود حاکم و مسلط باشه و به طور با جامعه رفتار کنه که به طور منظم، یعنی دچار افراط تفریط نباشه. هرگاه که یک نفر دچار افراط یا تفریط چه، سلامت روانش به حساب آسیب میبینه و این آسیب که دید در عوامل مختلف داره که از جمله عواملش فشارهای روحی است، فشارهایی است که در جامعه برای بعض افراد دچار میشن و دوری از یاد الله تعالی است. الله تعالی در کلام خود میفرماید که الذین آمنوا الا بذکر الله تطمئن القلوب. شما متوجه باشین به ذکر الله تعالی دلایتان به حساب اطمینان، وقتی که اطمینان قلبی پیدا شد انسان روان آرام می داشته. الا بذکر الله تطمئن القلوب. و می حساب اکثر مفسرین و محدثین میگن که یگانه راه اهل روان، سلامت روان، یاد الله تعالی. استاد من اینجا یک سوال دارم. بعضی از هموطنان ما با اینکه عبادت میکنن، ذکر میکنن، تسبیحات دارن، اما باز هم سلامت روان ندارن. علتش چی است؟ یکی از علتش است که بعض افراد بسیار افراط میکنن در عبادت. مثلا کل چیز دنیا به خدمت انسان است. بعض کسا در عبادت چنان حالت به خود میگیرن که بخی دنیا را فراموش میکنن و بعض افراد که دچار مریضی های روان میشن دین مکمل فراموش کردن در فکر دنیا. پس اینی سبب است که انسان به تکلیف های روان. بله بسیار خوب. ما در هر موضوع باید عدد تعادلش را در نظر بگیریم، نه افراط بکنیم نه تفریط، تا اینکه سلامت روان ما در خطر نیاد. خب استاد، کدام موارد باعث میشه که سلامت روان یک فرد در یک جامعه به خطر مواجه شود؟ یکی از مواردش که به خطر دچار میشه است که یک فرد زیاد به حساب کنجکاو به یک موضوع می باشه، یا ای که بعض افراد است که اساس هستن در بعض موارد و جامعه امرایشان به حساب باید جامعه طور باشه که با هم افراد تعامل نیکو صورت بگیره. ما متاسفانه میبینیم در جامعه خود که بعض افرادی که دارای نبوغ هستند و از هر طرف صدمه میبینن یا آزار و اذیت. اینمی عوامل است و مهمترین عاملش نبود برنامه است در زندگی. بعض افراد برنامه سالم ندارن در خواب خود، در زندگی خود و اینمی سبب میشه که روانشان دچار استاد و اگر ما بخوایم حل بسازیم این مشکلات، این معضلات بخوایم حل بسازیم، راهنمودهای دین مقدس اسلام چی هست؟ بزرگترین راهنمود دین اسلامی است که ما اعتدال مد نظر بگیریم. کنتم خیر امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون. شما بهترین امت هستین که امر بالمعروف یعنی واجب پسندیده و اعتدال در امورتان مد نظر بگیریم. به می خاطر ما امت وسط هستیم که نه افراط داشته باشیم نه تفریط و اما افرادی که دچار اختلال روانی است باید ما او را بپذیریم. با عوض از اینکه با ایشان برخورد خشن میشه باید برخورد خوب شود و این میتونه خیلی تاثیرگذاری مستقیم روی سلامت روان افراد داشته باشه. عاملی که یک فرد دچار اختلال روانی میشه فشار است که از بالای جسم فرد از طریق جامعه دچار میشه. بعض افراد است که کارهای شاقه را میکنن توانش ندارن، یا ای که بعض جوانای ماست که وقتی امتحان که نزدیک میشه تا عمر وقت کتاب نمیخوندم، شب امتحان تا صبح خواندم. اینی سبب است که خب حالا این عوامل شد استاد، میخوایم درباره راه حلش صحبت بکنیم. حالا چی کار باید بکنیم؟ راه حلش، مهمترین راه حلش اسلام به ما امر میکنه که شما از بعض عوامل دور باشه. مثلا بعض افراد است که از ذکر خداوند دور هستند. ذکر خداوند، صبر، استقامت و نماز مد نظر بگیریم، توکل کردن، استقامت قوی. الله تعالی میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا. کسایی که استقامت قوی دارن، توکل دارن به الله تعالی، هیچ وقت اونا
دچار امراض روانی نمیشه. و مهمترین چیزی که تکلیف روحی و روانی را بار میاره عدم برنامه صحیح است. که الله تعالی در سوره معارج میفرماید که خلق الانسان انسان شتابگر و بسیار سراسیمه می باشد الا المصلین، باز میگه کسایی که نماز میخوانند و او نمازخوانایی که دائم به نماز می باشه. بعض افراد است که نماز خواندن یک مدت وقتی که مشکل حل شد نماز ترک میگن. بله. یا ای که ما میبینیم در جوامع مختلف خودکشی زیاد میشه. یکی از دلایل خودکشی اینمیست که افراد از الله تعالی دور هستند و سلامت روانشان در خطر است. و سلامت روان در خطر، امنیت روانی ندارند. بنابراین افراد وقتی میتونن که امنیت روان خود ما نگاه کنیم که در جامعه خود امنیت روانی را ما بیاریم. خب کدام موارد مشخص است استاد که ما بتونیم سلامت روان ما را حفظ بکنیم و تقویت بکنیم؟ مهمترین مورد صبر است در مقابل مصائب. گذشت از بسیار مواردی که در جامعه سبب میشه که انسان روانش در خطر مندازه، باید از او ما صبر کنیم و استقامت کنیم. یعنی صبر خودش مصائب از انسان دور می و توکل قوی به الله تعالی سبب میشه که انسان از این بحران نجات. بسیار خوب استاد، یکی از مواردی که خیلی مهم است و ما میخوایم سوال ما چنین مطرح بسازیم که آیا معنویت هم تاثیر داره بالای سلامت روان؟ 100% یک فردی که همیشه دائم با الله تعالی می باشه و به حساب نماز و ذکریاش منظم می باشه، نه افراط نه تفریط داره. اونا ببینین قلبش هم سالم است، روحش هم، و یک آدم است که روانش هیچ وقت آسیب نمیبینه. هر مشکلی که میایه او با توکل به الله تعالی حل میکنه. اما یک فردی که به حساب از این موضوع دور است، ببینین بسیار زود ناانجاری های روانی برایشان رخ میده. بسیار خوب استاد، حالا خود درباره دین مقدس اسلام صحبت کردیم که چی مسئولیت ها داره و چی راهنمودها بر ما کرده. وقتی یک فرد در یک جامعه روانش سالم نمی باشه یا هم در خطر است، چی کار باید صورت بگیره؟ مسئولیت ما جوانان چی است؟ یکی از مسئولیت نسل جوان است که با ایشان کمک کنیم و تعاونوا علی البر و تقوا. کمک به این قسم میشه که به طور با اونا رفتار شود که عاطفه‌شان صدمه نبینه، با بسیار نوع خوب با ایشان رفت. متاسفانه ما میبینیم در جامعه که افرادی که روانشان صدمه داره سرکوب میشن و این سرکوبی با اونا دگام مرضشان زیاد میسازه. بنابراین مهمترین راه حل است که ما شعوری عمل کنیم با این افراد، به منطق، به علم، که تا جامعه ما جور شود. سلامت باشین استاد. ممنون حضور نیکتان. دقیقاً که هموطنان عزیزم، هر کدام ما باید در زندگی خود صبر داشته باشیم و توکل بر خدا داشته باشیم تا اینکه سلامت روان ما در خطر نره و همچنان یک ذهن آرام داشته باشیم تا بتونیم به مسائل زندگی ما به بهترین شکل ممکنش رسیدگی بتونیم. در حال حاضر میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم.